سلام بچه ها، به دومین ویدیو از چنل یوتیوب من خوش اومدید. توی این ویدیو من میخوام در مورد یکی از مهمترین و ترندترین موضوعات روز دنیا یعنی هوش مصنوعی AI صحبت کنم. توی قسمت اول ویدیو من میخوام درباره این صحبت کنم که هوش مصنوعی اصلا چی هست و چه کاربردی واقعا توی روزمره ما داره. توی قسمت دوم میخوام به دو تا از مهمترین و پرتکرارترین سوال‌هایی که توی این زمینه از من میپرسن پاسخ بدم و در قسمت سوم میخوام چند تا سایت هوش مصنوعی که این روزا خیلی پرطرفداره رو با هم بررسی کنم. با من همراه باشید. این روزا هوش مصنوعی تقریبا همه جا هست. مثلا وقتی که از گوگل مپ استفاده میکنیم، این هوش مصنوعی که به ما میگه که بهترین مسیر به مقصدمون کدوم مسیره. یا وقتی که یه محصول رو از دیجیکالا میخوایم بخریم، توی دیجیکالا اون محصول رو سرچ میکنیم، این هوش مصنوعی که به ما میگه محصولات مشابه این محصول ما چه محصولاتی هستن. و یا حتی سایر مشتری ها وقتی این محصول رو خریدن چه محصولات دیگه رو خریدن. در واقع هوش مصنوعی یک تکنولوژیه که به ماشین ها یاد میده که چجوری مثل انسان ها فکر کنن و عمل کنن. هوش مصنوعی میتونه از ساده ترین کارها مثل تولید یک متن ساده تا تشخیص نوع تومور مغزی انجام بده. خب رسیدیم به دومین قسمت از ویدیوی امروز. اولین سوالی که همیشه از من میپرسن اینه که آیا هوش مصنوعی خطرناکه؟ در واقع هوش مصنوعی مثل هر ابزار دیگه‌ای میتونه هم خطرناک باشه و هم مفید. بستگی داره اینکه ما چجوری ازش استفاده کنیم. و الان هم بیشتر به عنوان یک ابزار تسهیل کننده استفاده میشه. اما اگه به دست افراد سودجو بیفته یا روش کنترلی نباشه، واقعا میتونه خطرناک باشه. دومین سوالی که همیشه از من میپرسن اینه که آیا هوش مصنوعی جایگزین انسان‌ها میشه؟ این موضوع کمی پیچیده است. در واقع هوش مصنوعی بر روی بازار کار تاثیر خیلی زیادی میذاره، اما این به این معنی نیست که قراره هوش مصنوعی همه رو بیکار کنه. در واقع هوش مصنوعی میاد یک سری شغل‌ها رو تغییر میده، یک سری شغل‌ها رو واقعا حذف میکنه و یک سری شغل جدید حتی ایجاد میکنه. طبق گزارش مشاغل آینده که امسال منتشر شده، مشاغلی مثل خدماتی، فنی و کلاً کارهای اداری تا چند سال آینده از بین میرن. چرا؟ چون که خب ربات‌ها میتونن این کارها رو خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر انجام بدن. اما در عوض مشاغلی که مربوط به تکنولوژی هستند، مربوط به داده و حتی مشاغلی که نیازمند به خلاقیت و تفکر نقادانه هستند شکل میگیره. اگه دوست داری بیشتر در مورد این گزارش بدونی، کافیه که به چنل تلگرام من که لینکش رو این پایین گذاشتم جوین بشی و ما اونجا بیشتر در این مورد صحبت کردیم. خب رسیدیم به قسمت سوم ویدیو. تو این قسمت من میخوام چند تا از سایت هایی که هوش مصنوعی هستن و قطعا یه سریاشون رو تا الان استفاده کردین معرفی کنم. اولین سایتی که من میخوام معرفی کنم، خب از اونجا که ما تحریم هستیم حتما باید VPN رو روشن کنیم. اولین سایت ChatGPT. ChatGPT برای شرکت OpenAI هست. اولین هوش مصنوعی هسته که خیلی با اومدنش باز شد که دنیا تغییر کنه و LLM ها یا هم Large Language Model ها سر زبون ها بیشتر بیفتن و بقیه کمپانی ها به این فکر بیفتن که یک چیز رو شبیه به ChatGPT برای خودشون بالا بیارن. اوایل که ChatGPT اومده بود متاسفانه یه خورده برای ورود بهش خیلی سخت بود. باید حتما شماره مجازی می‌خریدیم علاوه بر VPNی که داشتیم، ولی خب خدا شکر رفته بهتر شد و الان فقط کافیه که با یک جیمیل شما میتونین وارد بشین. مثلا اگه بخوام روی یک
مرورگر دیگه ای من بیارم چت جی پی تی رو، کافیه چت جی پی تی رو سرچ کنین. اولین حالا شرکت اوپن ای آی که اومده توضیح داده و در مورد چت جی پی تی و این قسمت chatgpt.com که مربوط به همون شرکت اوپن ای آی هست، از لوگوش مشخصه. میتونین ببینین که این الان من لاگین یا ساین اپ نکردم، یک صفحه هست، شما پرامپت یا اون دستوری که میخواین رو میتونین بدین و حالا اینجا یه سری خودش هم حتی بهتون ایده داده، اینکه مثلا یه عکس بدین براتون آنالیز کنه، براتون یک نوشته رو بنویسه، کد بده، یه ادوایس یا یک در واقع پیشنهادی، نصیحت چیزی بکنه براتون. میتونه یه تکست رو سامرایز کنه، یعنی خلاصه کنه و حالا مورم بزنین دیتا میتونه واسمون آنالیز کنه، یه برامون یک پلن یا برنامه بریزه حالا. و اینجا یه قسمت وایس هم حتی داره، میتونیم استفاده کنیم ولی به صورت محدود شده. اینجا هم حالا یک سری آپشن ها که اخیراً اضافه شدن، یکی این که حالا اول خوب فکر کنه بعد جواب بده، خیلی منطقی تر باشه حالا جوابی که میده و این هم بر اساس سرچ وب باشه که حالا محتوایی که تو وب هست. این قسمت اتچ هم در واقع باید میتونیم یک حالا عکس یا فایل بهش بدیم. برای اینکه ما چون اینجا لاگین نکردیم میگه اول باید لاگین کنیم تا بعد بتونیم از این فیچرها استفاده کنیم. خب اگه بخوایم لاگین کنیم باید قبلا اون ثبت نام کرده باشیم، لاگین رو میزنیم، ولی اگه ثبت نام نکرده باشیم باید ساین اپ رو بزنیم. بخش ساین اپ که میاد نوشته create an account. خب باید اکانت بسازیم، یا میتونین ایمیلتون رو بزنین یا میتونین از طریق حالا تلفن که فکر نکنم بشه چون ما ایرانیم، ولی از طریق کانتینیو وید گوگل میتونین ساین اپ کنین، یا اگه اکانت داریم میتونین اینجا لاگین کنین. حالا وقتی که حالا ساین اپ کردیم با جیمیلمون و مراحلش رفت، دقیقاً یک همچین چیزی میاد. این قسمتش خب هیستوری یا اون تاریخچه چتامون هسته که خب چت جی پی تی و کلاً LLM ما از این هیستوری خیلی یاد میگیرن، یعنی همزمان که ما داریم استفاده میکنیم داره از اطلاعات ما یا اطلاعات افراد دیگه استفاده میکنه تا خوشو بهبود بده و ارتقا بده. اینجا ببینید ما میتونیم که به گوگل درایومون اخیراً یک فیچر اضافه شده که به گوگل درایو وصل بشه یا همین مایکروسافت وان درایو، یا میتونیم یه چیزی رو از کامپیوترمون آپلود کنیم، حالا عکس و چیزی. بعد کلا ساخت چت جی پی تی خیلی هزینه بر بوده و این فقط اکانت اولیشه. شما اگه بخواین یه چت جی پی تی بهتر داشته باشین که دقیق‌تر توضیح بده و حتما اکانت چت جی پی تی پلاسش رو بخرین و این تمپوری یک حالا حالتیه که شما تو هیستوری نمیمونه، برای ترین مدلشون استفاده نمیشه و اصلا از مموری استفاده نمیشه. یعنی حالتی هسته که اگه میخواین مثلا مشخص نباشه، استفاده نشه، مثلا توی ترین مدلشون اطلاعات حالا حساس تری هسته، میتونیم این تمپوری رو بزنیم. اینجا هم که خب
یه سری میتونم مثلا من بر مک او اس هم واسه مک میتونم اپش رو دانلود کنم، آپگرید کنم پلنمو، یا اکستنشنش اخیراً اومده، سرچ اکستنشنش من خیلی برام جالب نبود و یه سری تنظیمات، یه اکسپلور جی پی تی هم هست که اگه روش بزنیم مثل که اتفاق خاصی نمیفته. اگه خواستین چیزی رو سرچ کنین یا قسمت بره یا این نیو چت میتونیم یه چت جدید بزنیم، یه خورده طول میکشه. کلا اخیراً چت جی پی تی متاسفانه از کیفیتش خیلی کاسته شده، اکانت های رایگانش، و حالا در ادامه یه سری پرامپت بهش میدیم که ببینیم توی یک سری چیزا خیلی خوب حالا عمل میکنه، یه سری چیزا بد. این اکسپلور جی پی تی در واقع حالا ترندها و یه سری مقالات و یک سری فیچرها و یه سری ای آی ها رو اومدن گذاشتن. شما میتونین هر کدومش رو برین ببینین، بخونین، ببینین چه شکلی هست. مثلا این سانگ میکره، یعنی میاد برامون آهنگ میسازه. خورده با اینترنت ایران اینا همخوانی ندارن. حتی میتونیم خودمونم یه دونه از این هوش مصنوعی بسازیم، ولی برای که چت جی پی تی خودمون رو شیر بتونیم بکنیم و بسازیمش حتما باید چت جی پی تی پلاس داشته باشیم. اکانتش هم اون که حالا به صورت عموم استفاده میشه $20 در ماه، پروش 200. این از چت جی پی تی. خب دومین سایت هوش مصنوعی حالا از خانواده LLM ها که بعد از چت جی پی تی اومد، جیمینای، برای شرکت گوگله که قبلا اسمش بارد بود، ولی خیلی یهویی تصمیم گرفتن اسمش رو جیمینای بذارن و یه رقیب تقریبا قوی برای چت جی پی تی شرکت اوپن ای آی. تقریبا مثل همون چت جی پی تی، اینجا میتونین از طریق جیمیلتون ساین اپ کنین، لاگین کنین. حالا این چون واسه گوگل هست، شما یه سری امکانات که تو گوگل هست دارم آورده اینجا، یه سری جاها میتونه حالا فیچر اضافه شده واسه جیمیل و اینجا میتونیم مثلا یه گپ جدید ایجاد کنیم. این هیستوری همون تاریخشمون این وره، یه سری حالا ایده ها رو این بغل گذاشته و حتی گفته که برای چه این پایینش ورژنش رو گذاشته مدل فلش 2.0. حالا اینکه مثل چت جی پی تی بتونه خیلی از استدلال پیشرفته استفاده کنه، این مدل واسه کمک‌های ساده و روزانه است. این واسه گذاشت دیپ ریسرچ، یعنی خیلی عمیق میره ریسرچ میکنه. و ببینین حتی مثل چت جی پی تی ما باید حتما یک حالت پرو هم داره که حالا الان نیاورده، به خاطر اینکه حالا نمیدونم چرا، ولی میتونیم ما جیمینای ادوانس رو بخریم و استفاده کنیم. یه سری راهنما داره، تنظیمات داره و همین اینکه مثلا میتونیم دارک کنیم. اینجا پرامپتمون رو میذاریم، اینجا اتچ حالا اون فایلی که میخوایم که به گوگل درایو این هم وصل میشه و حالا میکروفون میتونیم وایس بهش بدیم. بعد کلا هم مثل چت جی پی تی
میاد از پرامپت هایی که ما میدیم، هیستوری که حالا داریم و همه چیز میاد استفاده میکنه واسه مدلش ترین بشه و گفته که اگه میخواین اون صحبتاتون دیگه بررسی نشه، فعالیت های برنامه جیمینای رو که احتمالاً تو همین قسمت تنظیماتش هست بیایم خاموش کنیم. که گفتم در واقع گوگل اومده همه اون تولزهایی که تا الان داره، ابزار مثل جیمیل و گوگل درایو، اینا همه رو به هم وصل کرده و ما میتونیم حالا استفاده کنیم. چیز خاص دیگه ای نداره، تقریبا همه همونن. بریم که بعدی رو تست کنیم. سومین سایتی که من میخوام معرفی کنم دیپسیکه. این سایت اخیراً توی چند ماه اخیر اومده، برای یک شرکت چینی خیلی سر صدا کرد به این دلیل که هیچ نسخه پولی نداشت و ببینید حتی مدل‌های مختلف داره، میتونیم از APIش با کسی که توسعه دهندن استفاده کنیم. بعد اوایل که اصلا هیچ ساین اپی هم نمیخواست، ولی الان نه، نیاز داره که حتما با جیمیل وارد بشین. لوگوش هم که یه واله، از نظر ظاهری هم مثل همون چت جی پی تی. دلیل اینکه خیلی اومد سر صدا کرد این بود که با هزینه خیلی خیلی کم این رو اومدن ساختن و آوردن بالا، ولی یه مسئله‌ای که داره در واقع یه مسئله سانسورینگی داره، مثل اینکه چون چینی‌ها به اینترنت آزاد همونجوری که ما دسترسی نداریم، حالا اونا به یک شکل دیگه ای دسترسی ندارن، نیست این محتوا رو اصلا نمیتونن ببینن. یه دلیلش که خیلی انتقاد ازش شد به خاطر این بود که حالا با وجود سانسوری که بوده تو کشورشون اومده بالا و حالا کلا نمیشه به اطلاعات این سایت ها خیلی اعتماد کرد. اما اون هم مثل همین چت جی پی تی یه قسمت اتچ داره، یه قسمت سرچ بر اساس وب داره، یه قسمت دیپ تینک داره و اینجا حالا اون هیستوریتون هست. اگه بخواید چت جدید باشه، حالا اپ هم داره، میتونید با یه دونه QR کد اپش رو داشته باشین. اینجا هم که همون اطلاعات اکانتیه که چیز شده. فعلا مثل این که اصلا نسخه پولی نداره، ولی یه مسئله هم که داره، استفاده که میکنیم یه مقدار چند تا پرامپت دستور بهش میدیم. از جایی به بعد میگه که من سرورام بیزیه، یعنی مشغوله، نمیتونم جواب بدم. حالا یه دلیلش اینه که حالا اوایل خیلی یه چیزی خیلی محبوب میشه، همه استفاده کنن، همه میرن خواهد استفاده کنن ببینن چه جوریه، و اینکه کلا اینا بعد از یه مدتی کارهایشون دیگه مثل قبل نیست و دیگه اونقدر چیزی که میگن خفنه نیستن. میگم تنها تفاوتشون که هسته این هسته که دیپسیک دلیلی که خیلی سر صدا کرد به خاطر این هسته که رایگانه و حتی توی ایران فکر کنم فیلتر شکرم احتیاج نداره خوشبختانه فعلا، و همین، و با یک هزینه بسیار بسیار کم ساخته شده. چهارمین سایتی که من میخوام معرفی کنم و خیلی نیست که اومده، سایت هوش مصنوعی گروک که بر شرکت XAI آخرین و جدیدترین محصول شرکت ایلان ماسک هست. این سایت هم مثل چت جی پی تی، جیمینای، دیپسیک و سایر حالا LLM ها و سایت هایی که هوش مصنوعی هستن از نظر رابطه کاربری و ظاهری یکیه.
اینجا با جیمیل شما میتونید ساین وارد بشین، یعنی ساین کنین یا ساین اپ کنین، لاگین کنین و اینجا یه هیستوری داریم. یه قسمت پرایوت چت داره برای اینکه حالا محتوایی که حساس اگه استفاده میکنین میتونین اینو فعال کنین، یا اگه حتی نمیخواین اطلاعاتی که اینجا میدین رو ازشون استفاده کنن توی آموزش مدلاشون و اینا، میتونین حالت پرایوت چت رو بذارین. و خب چیز خاصی نداره، اینجا پرامپت رو میذاریم، یه سری ایده خودش داده اینکه از چه مدلی استفاده کنه. ما اینجا گذاشتیم اتچ، میتونیم که حالا یه دونه URL یا لینک بهش بدیم یا فایل بهش اضافه کنیم، پرامپت رو بدیم، دیپ سرچ و دیپ تینک رو داره، یعنی یک حالا نتیجه منطقی تر و معقول تر بهمون بده و خب زمان بیشتری قطعا میگیره. مثل حالا بقیه آپشن هایی که فیچر که دقیقا همین فیچر رو توی بقیه سایت ها داریم. تیپ سرچ هم که حالا بر اساس سرچشه و اینجا هم که میتونیم با یه هزینه ماهیانه مثلا $30 در ماه نسخه پولیش رو بگیریم. کلا همینه، مثل بقیه چیز خاص متفاوتی رو نداره. حالا توی قسمت بعدی من تست میکنم ببینیم که به چه صورت هسته این سایت ها، چه تفاوتایی با هم دارن. پنجمین سایت هوش مصنوعی که میخوام معرفی کنم سایت کوپایلت از شرکت مایکروسافت هست که اون هم مثل بقیه سایت های هوش مصنوعی یا LLM ها بعد با حالا جیمیل ساین اپ کنین. یه دونه اپ داره، حالا زبان رو میتونین انتخاب کنین، یه سری تنظیمات داره که حالا کوپایلت پرو هم حتی داره. اینجا هم یه سری واسمون آیدیا گذاشته که حالا میتونه برامون یه تصویر بسازه، میتونه توی طوفان فکری یا حالا همون ایده پردازی کمک کنه، برامون یه دونه پلن یا برنامه بنویسه. این قسمت هم واسه اتچه یا اینکه یه دونه اتچ حالا گفتیم واسه آپلود کردن یه فایل چیزیه. نیو هم یعنی یه دونه مکالمه جدید بهمون میده و وایس داره مثل حالا بقیه، میتونه این قابلیت رو فعال کنیم که در واقع خیلی جوابی که به ما میده جواب بهتر و منطقی و بهتری باشه که حالا باز اینجا روش میزنید باز دوباره یه سری آیدیا میده. و این قسمت هم حالا این قسمتش هم پرامپتشه که این قسمتش هم میزنیم در واقع مثل همون اکسپلور چت جی پی تی هست که حالا یه سری نمیدونم مقاله داره، یه سری تاپیک داره، یه سری آیدیا میتونین بدین ازش بگیرین و یه دونه QR کد برای دانلود اپش هست. تاریخش هم که اینجا میاد، میتونین شیر کنین، بقیه چه هم همینو دارن یا میتونین حذف کنین تاریخچه رو. خب برای اینکه تفاوتشون رو ببینیم و ببینیم که به صورت عملی اینا آیا واقعا به درد میخورن، چه پرامپتی بدیم چه نتیجه میگیریم، یه پرامپت واحدی رو به هر 5 تاشون میدم. مثلا به چت جی پی تی یه پرامپت خیلی ساده میدیم فارسی که یک داستان خلاقانه 20 کلمه‌ای درباره یک ربات
در سیاره مریخ رو به ما بده. و میدونیم این که این پرامپت یا دستوری که میدیم هر چقدر با جزئیات بیشتر باشه، جوابی که کلا این سایت ها به ما میدن بهتر و دقیق تره. حالا من نه ریزنش رو فعال کردم نه سرچشو. اینو به هر چند تاشون میدیم، هر 5 تاشون ببینیم هر کدومشون چه چیزی به ما میدن. یک داستان خیلی خیلی کوتاه، حالا شاید 20 کلمه کم باشه، به ما داد که یک ربات کنجکاو تنها در مریخ با شنهای سرخ صحبت میکرد. ناگهان سیگنالی ناشناخته دریافت کرد. آیا حیاته؟ خب گزینه‌هایی که داره میتونیم کپی کنیم، بهش فیدبک بدیم. یه حالتی که اینا دارن اگه بهشون فیدبک بدیم باعث بهتر شدن اون مدلی که داره همزمان داره با این دیتا آموزش میده میبینه میشه. بعد میتونیم توی حالا به سایت کنوا هم وصله، میتونیم اون ادیت کنیم و اینکه حالا چه مدلی هم استفاده کنیم هم میتونیم خودمون چیز کنیم. واسه این سایت هم گفته ربات مریخ با چشمان درخشان، سنگ قرمز و برداشت و ناگهان نشانه از حیات باستانی کشف کرد. حالا ما اینجا میتونیم فیدبک بدیم، بگیم دوباره واسمون بساز و یکی هم کپی کن. خب جیمینای هم گفته که تو مریخ رباتی تنها در میان شنهای سرخ به دنبال نشانه از حیات میگشت. ناگهان نور ضعیفی از دوردست سوسو زد. این هم به همین شکل قابلیت شیر کردن داره، کپی، اینکه حتی میتونیم گوش بدیم، ریپورتش کنیم و لایکش کنیم. توی گروک ربات کوچک در مریخ گشت، غباری رقصان دید، با شادی چرخید و رد پایش را در خاک سرخ جا گذاشت. خب میتونیم فیدبک بدیم، کپی یا شیرش کنیم، کپی کنیم و دوباره برامون بسازیم. خب اینجا که فکر کرده ما رباتیم و ما باید تایید کنیم که ربات نیستیم. خب این داره هنوز فکر میکنه که به ما چی بده. به نظرتون کدوم بهتر پاسخ داده؟ حالا این هم کوپایلت، ربات تنها در مریخ به تحقیق درباره آثار فراموش شده کهنه سیاره می‌پرداخت. از هر کشف امیدی تازه تجدید ارزشمند می‌شد. انگار که کوپایلت خیلی خوب نمیتونه متن بگه. چت جی پی تی هم من استفاده میکنم، خوبه، ولی احساس میکنم که خیلی خوب نتونسته ساختار جمله رو بسازه و من ترجیحم گروک هست که خیلی خلاقانه و حالت شاعرانه داره. خب یه پرامپت دیگه میدیم که متفاوته. مثلا میگیم که یک کد پایتون به ما بده که این کد ماشین حساب به زبان مثلا پایتون و برای ما توضیح بده کد رو. حالا همین رو کپی میکنیم ببینیم کی بهتر به ما میده. خب
چت جی پی تی سریع اومد بهمون داد خب یه سری فانکشنه، اگه کدنویسی بلد باشیم یک برنامه خیلی ساده است، پرینت کرده، 2 عدد گرفته، حالا یه سری شرط هم گذاشته، توضیح کدم داده که این توابع چی هستن، خروجی رو داده، میتونه حتی هم گفته پیشنهاد داده که من میتونم یه ماشین حساب پیشرفته تر با یک رابطه گرافیکی بهترم باید بسازم. و خب واقعا تو کدنویسی برای یک کد ساده خوبه. حتی قابلیت کپی هم داره، اینجا ادیت هم داره. دیپسیک هم همون شکل رو داده، دقیقا همون شکل توضیح داده، ولی خب خروجی چیزی نشون نداده. جیمینای هم همینطور کد رو داده، یه توضیح داده و هیچ خروجی نداده. گروک توضیح داده، کد داده و حتی نحوه اجرا هم گفته. کوپایلت گفته که یه بار دیگه امتحان کنیم. ما یه بار دیگه امتحان میکنیم ببینیم چی به ما میده، آیا به ما چیزی میده یا نه. خب این دفعه جواب داد، یه تابع کلی استفاده کرده، توضیح داده و حالا میگه که چه ویژگی‌های بیشتری میتونم اضافه میخوای بکن. تقریبا خوبه همشون. حالا بیاین یه عکس ازشون بگیریم ببینیم تو عکس گرفتن چجوریه. یک عکس از سفره 7 سین ایرانی بده. این مدل های رایگان خب خیلی نمیتونیم ازشون عکس بگیریم، کلا اینا یه بار 2 بار به ما عکس میدن توی مثلا 24 ساعت گذشته. خب به ما یه عکس داده، تقریبا جزئیاتش خوبه، حالا یه احتمالاً ماهی و سنبل و سبز تقریبا گذاشته، ولی خب خیلی چیز دقیقی نیست این که ماهی رو اینجا گذاشته. حالا سنجد و سیب و حالا یه سری چیزای دیگه نامفهوم گذاشته، مثل این احتمالاً منظورش حالا یا قرآن یا شاهنامه بوده، ولی در کل عکس جالبه. میتونیم فیدبک بدیم، دانلودش کنیم. گفته اینجا تصویر زیبایی از سفره 7 سین ایرانی برای جشن نوروز، یک کپشن هم به ما داده، گفته اگه میخوایی تغییری بدم تغییر بدم. خب دیپسیکو در واقع گفته من عکس تصویر واقعی نمیتونم ارائه بدم، یه توصیف کرده از حالا المان های سفره 7 سین. حالا گفته اگه میخوایی تصویر دیجیتال بده. آره یک ببینیم میتونیم ازش یه تصویر بگیریم. خب جیمینای هم یه عکس از ویکی‌پدیا برداشته، یعنی از سرچ گوگل برداشته و جنریک تقریبا میشه گفت جنریک نکرده، حتی اینجا منبعش هم گذاشته. حالا خوبه که منبعش رو گذاشته و اومده یه توضیحی هم داده. گروک اومده چند تا گذاشته، دمش گرم. خیلی دقیق نیست، احتمالاً اینا رو از یه جایی برداشته و جنریک نکرده، اگرم جنریک کرده خیلی واضح جنریک کرده که این المان ها فرش ایرانی در واقع هستن. خیلی جالب بود. 4 تا به همون داد. کوپایلت هم که در واقع واسه ما یه نقشه راه مسخره عجیب غریب کشیده. حالا من بهش میگم یک تصویر دیجیتال بده، دیجیتال برای سفره 7 سین بده. ببینیم میتونیم یه عکس ازش بگیریم.
خب دیپسیک گفته که من نمیتونم یا برین از فتوشاپ و کانوا این استفاده کنین. خب پس این حالت رو نداره و کوپایلت هم باز هم نتونست واسمون جنریت کنه. حالا خب گروک میشه گفت تو تصویر خوب عمل کرده و همچنین چت جی پی تی، جیمینای هم که رفته برداشته از اینجا. این هم از این. پرامپت های مختلف دیگه هم میتونیم بهشون بدیم ولی خب میبینیم که هر کدومشون دقیقا اون چیزی که ما میخوایم متاسفانه نمیتونه بده و شاید مثلا چند بار به این کوپایلت باید بگیم که تا به همون یه عکس بده، یا تو دیپسیک این قابلیت رو نداره، به خاطر این همین هم احتمالاً ارزون براشون در اومده ساختنش، چون تولید عکس، ویدیو و کلا صدا خیلی سخت تر از تولید متنه. کلا سایت های دیگه هم هستن، میتونین سرچ کنین، یه سری جدید اومدن، یه سری قدیم تر هستن، کلا سایت های زیادیه، ولی این چند تایی که من توی این ویدیو گفتم سایت های بودن که خیلی معروف بودن، حالا یکی دوتاشون جدید اومده بودن و جالب بود که تستشون کنیم با هم دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره، کامنت هم بزنین و برای دوستاتون هم بفرستین. تا ویدیوی بعدی، فعلا.